میگه شما داستان آدمای بزرگ بخونید، میبینید با سختی مواجه شده و حلش کرده، ناامید نشده، تو الهام میگیری. یک بس موفقیت دوستای نازنین در زندگی خودم که معجزه کرده. من یک روز یک پرسان کنیم که یک 10 عامل تو موفق ساخته، یکیش این است که کتابی که بسیار خورد، یعنی اون کتاب والی اگه من بیافم یک کتابی بود قدر ارزان هم خریده بودم که شما نبینید 10 صفحه قدر چیزی که خورد بود، خطش هم خورد بود، از این 5 شاید بوده باشه، بسیار کاغذ بدل و کنه که اگه همجوش خواندام نمیشد. زندگی نامه 45 نوابغ نوشته کرده بود، ایشم یادم 45 تا نوابغه رو نوشته کرده بود. یعنی بر ما اون کتاب معجزه کرده در زندگی. ولی از بس کوچکشی اون کتاب گم شده، خدا بازارم شاید پیدا نشه، ولی وقت تا زیادتر از اون که کلانای شده. خب اونم یک کتابک یعنی هیچ ارزش مالی نداشت، ولی یک طوفان برپا کرد. لطفاً کتابا رو بخوانید که زندگی نامی بزرگا باشه. روز یک زندگی نامه بخوانید، معجزه میکنه در زندگی. خب هنگام خواب هم 2 یا چند صفحه از این داستان‌های کوتاه را مطالعه نمایید تا از انگیزه و محرک کافی برخوردار شوید. ششم، وظیفه ای را که با عهده دارید روی کاغذ یادداشت کرده و هر روز صبح به محض بیدار شدن از خواب به آن مراجعه نمایید. مثلا وظیفه رسیدن به هدف، کامیاب شدن در کنکور، انسان بزرگ شدن، اینا رو نشته که هر روز سعی کردن، هر روز پیامبر داده بود یاد نره، تا بتوانید برنامه‌ریزی خوبی برای فعالیت صبحانه خود داشته باشید. صبح برنامه‌ریزی، شب برنامه‌ریزی، آدم بی پلان نباشه. هفتم، اغلب اوقات مردم گرفتار تار و پود نارضایتی